برای تجربه یک چند مدت از شبکه‌های اینترنتی دور شوید. سپس پی خواهید برد که با دوری از اینترنت چیزی را داخل آن گم نکرده اید و از دست نداده اید، بلکه بیرون از آن بزرگترین و قیمتترین چیزها را دارید از دست می‌دهید و خود در غفلتید. مثال، پدر و مادرهایتان پیش چشمانتان پیر شده ایستاده‌اند ولی این را احساس نمی‌کنید. پسران و دخترانتان از تربیت دور مانده‌اند اما این به چشم شما نمی‌نماید. دوست داشته‌ترین و نزدیکترین شخصان برایتان بیخبر گذشتند ولی این شما را از خواب غفلت بیدار نکرد. غیر از این بزرگترین فرصت‌ها، قیمتترین و گرانبهاترین لحظه‌ها مثل ادای نمازهای پنجگانه، اذکار صبح و شام، تلاوت قرآن، نشستن و دعا کردن از پس هر نماز و چی بسا امکانیت‌های بزرگ دیگر را با نشستن پشت شبکه‌های اینترنتی از دست داده اید. در حال از دست دادن قرار دارید. صد افسوس، ولی باز هم خود را از چاه غفلت بیرون نمی‌آورید.